امروز در مبحث چالکود، نوع کودها، روش چالکود و عناصری که در چالکود هستن میخوام توضیحاتی بسیار کاربردی رو برای شما ارائه بدیم. لطفاً پیج ما رو هم فالو داشته باشید و تا بتونیم از نقطه نظرات شما استفاده کنیم. در مبحث چالکود، اصلا خود چالکود چی هستش؟ خیلی احساس میکنن اسمش چارکوده، چالکوده. چالکود اصطلاحاً انواع کودهایی که نام میبرم در فاصله سایه انداز درخت، در جایی که ریشه های مویی درخت امکان جذب رو دارند، ما این عناصر رو قرار بدیم. عموما بین 30 تا 50 سانت که 30 سانت در درختان بسیار بهتر هستش و آسیبی به ریشه ها نمیزنه و معمولا ناحیه جذب مناسبی رو داره، چون رطوبت هم توی اون ناحیه تامین میشه و میتونیم این ناحیه رو در نظر بگیریم. چالکود معمولا هر 2 یا 3 سال انجام میدن و معمولا این هستش که به همراه کود دامی باشه. ما هیچ کود شیمیایی رو نمیتونیم به تنهایی استفاده کنیم و انتظار اینو داشته باشیم که بسیار عملکرد عالی داشته باشه. کود دامی مخصوصا گاوی ها و مرغی ها ظرفیت نگهداری بسیار بالای آب دارن و باعث جذب بهتر عناصر دیگه‌مون میشن. ما باید از عنصر اصلی کودهای دامی ها ماده عالی در خاکامون غافل نباشیم. خاکهای ما بسیار فقیر هستن، بسیار فقیر از بابت ماده عالی. شما باید اول ماده عالی خاکتون رو تامین کنید، بعد روی مباحث تغذیه کار کنید. خیلی ها میان میگن ما فقط کود دامی داریم محصولمون میدیم و کافیه. کود دامی درسته ظرفیت بسیار بالای نگهداری آب داره، تو خودش مواد غذایی مناسبی داره، ولی این عناصر بسیار کم هستن. شما اگه آنالیز کود دامی رو داشته باشین میدونید بسیار مقدار مثلا فسفر که عنصر پرمصرف هست در حد بسیار پایین هستش. پس ما باید اینها همه رو کنار هم داشته باشیم تا بتونیم یک خاک آباد داشته باشیم. در مبحث چالکود باغات، اولین موردی که باید انجام بدید با توجه به هزینه‌های بالای کودها اینه که یک آزمایش خاک داشته باشید. آزمایش خاک نشون میده ما از هر عنصر چقدر لازم داریم در خاکمون و اینکه pH خاکمون چند هست و بر اساس اون چالکودمون